مژده دیگر به تمامی دوستداران قرآن کریم در ماه مبارک رمضان، ماه نزول رحمت الهی و ماه علاقمندی به کلام الله متعال. الف لام میم، الف لام میم. 3 حرف در ابتدای این سوره آیه اول رو تشکیل میدهند. درس تفسیر استاد فضل الحق سلیمانی ما را به سفری ایمانی میبرد تا با فهم بهتر آیات قرآن کریم آشنا شویم. تفسیر علمی و مورد اعتماد همراه با تدبری عمیق و بیانی ساده و آسان برای همه. این فرصت طلایی را از دست ندهیم. عزیزانی که مایل به دریافت این برنامه جهت پخش در کانال‌های خود هستند، با راه‌های ارتباطی زیر مکاتبه نمایند.